هیچ میدونستید 10 تا رفتار وجود داره که اگر اونا رو انجام بدی در طول زمان فقیر و فقیرتر میشی و ممکنه که به جایی برسی که دیگه پولی برای خرج کردن نداشته باشی. برای اینکه ببینیم این 10 تا مشکل چی ان و چجوری باید ازشون دوری بکنیم، باید این ویدیو رو تا آخر ببینید. اگه به این سبک از ویدیوهای لیست کردنی علاقه‌مندی، پیشنهاد میکنم کانال مستر لیست رو از دست ندی و سابسکرایب کنی و زنگوله نوتیفیکیشن ها رو بذاری روی آل. بریم سراغ مورد اول که خرج کردن بیشتر از درآمده. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بیای بر اساس حقوق بدید یا پولایی که قراره بعداً دستت برسه یه سری پیش خرج برای خودت بتراشی و اونا رو تموم کنی، اینجوری باعث میشه که در صورت نداشتن برنامه‌ریزی بدهکار بشی و این بدهی‌ها در طول زمان به تو آسیب جدی وارد کنن. و اما مورد دوم، نداشتن پس‌انداز اضطراری. اگه ما یه سری مبلغ هر چقدر هم شده کوچیک رو در جای مناسب ذخیره نکرده باشیم، موقع در صورتی که یه بحران خاصی برامون به وجود بیاد، مثل بیماری، بیکاری یا یه تعمیر ضروری که توی خونتون به وجود میاد، در اون لحظه حیاتی ممکنه وام‌های پر ریسک و پر بهره رو بری امتحان کنی. این کار باعث میشه در طول زمان تو آسیب جدی ببینی. بریم سراغ مورد سوم که اتکا به یه منبع درآمده. یعنی چی؟ یعنی شما اگر فقط یک شغل و یا یک منبع درآمد مستقل در ماه داشته باشی، باعث میشه که در صورت نوسانات بازار یا اتفاقات ناگهانی شما یکی از اقشاری باشید که اول از همه آسیب میبینه. و اما مورد چهارم که خیلی این روزا شاید درگیرمون کرده باشه، خریدای احساسی و غیر ضروریه. مثلا خریدن لوازم لوکس و مد روز برای چشم و همچشمی یا رقابت با دوستا و اطرافیانم. ما هیچ وقت نباید اقلامی که با نیازهای واقعیمون همخونی نداره رو بخریم. مورد پنجم، بی‌اعتنایی به آموزش مالی. یعنی که اگر خودت رو به روز نکنی و آموزش نبینی، ممکنه در بودجه بندی و سرمایه گذاری یا مدیریت بدهیات تصمیمات اشتباهی بگیری که در طول زمان آسیب جدی به تو وارد کنه. مورد ششم، سرمایه گذاری‌های پر ریسک و بدون تحقیق. ورود به بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال، سهام، بورس، مسکن و چیزهای این مدلی که نیاز به داشتن اطلاعات و مهارت هستش، میتونه یه فرد ناشی رو به باد بده. مورد هفتم، تأخیر در شروع پس‌انداز بازنشستگی. یعنی اگر که شما به فکر این نباشی که در دورانی که دیگه نمیخوای کار کنی و بازنشسته شدی از کجا قرار پول بیاری، قطعاً توی اون سالها روزای خوبی رو تجربه نمی‌کنی. مورد هشتم، یکی از اون چیزایی که شبکه‌های اجتماعی تو زندگی ما به بار آوردن، یعنی پیروی کورکورانه از سبک زندگی بقیه. مثلا تقلید از مصرفگرا بودن اطرافیان یا افراد اینفلوئنسر و معروفی که ما توی اینستاگرام زندگیشون رو می‌بینیم. مثلا خرید خونه و ماشین گرون قیمت یا لباس‌ها و چیزایی که فقط برای تحت تاثیر قرار دادن بقیه پول ما رو بی‌دلیل خرج میکنن. این کار تو دراز مدت باعث افسردگی ما میشه. مورد نهم، نادیده گرفتن بیمه و سلامت. یعنی عدم استفاده از بیمه هایی که سلامتی خودمون و سلامت دارایی هامون رو تضمین میکنه. اگر ما بتونیم از این بیمه ها استفاده کنیم، در صورت وقوع هر بحران و حادثه‌ای میتونه برامون هزینه ها رو به حداقل برسونه. مورد دهم، روانیه. یعنی انکار مشکلات مالی. مواقعی که افراد اشتباهات مالی خودشون و یا بدهی‌های خودشون رو گردن نمیگیرن، این کار مشکلات رو تشدید میکنه و فرصت اصلاح کردن رو هم از بین میبره. ما با هم 10 تا مشکل رو بررسی کردیم، اما راه حل کلیدیش چیه؟ قبل از گفتن راه حل میخوام ازت خواهش کنم که اگر دوست داشتی و تا اینجای ویدیو اومدی، حتما ویدیو رو لایک کنی که به افراد بیشتری نشون بده. و اما بریم سراغ راه حل. بودجه بندی دقیق، پس‌انداز منظم و دیدن آموزش مالی به صورت مستمر و ایجاد چندین جریان درآمدی و منابع مالی مختلف برای درآمد ماهیانه‌مون راهکارهای اصلی جلوگیری از این اشتباهات هستن. توصیه من اینه که همیشه قبل از تصمیم‌های بزرگ مالی با مشاوره‌ها و متخصصین مربوط تو اون حوزه مشورت کنید. منتظر ویدیوهای بعدیمون باش.